تفاوت شخصیت‌های سریال آرکین با بازی لیگ آف لجندز. جینکس در آرکین دچار فروپاشی روانی شده. خانوادش رو دوست داره ولی نمیتونه دیوانگیش رو کنترل کنه. جینکس در بازی، آره ظاهرش تو بازی اینه، میخواد وای رو سوراخ کنه و سر به تنش نباشه. وای در آرکین میخواد از زان و پاودر محافظت کنه. دستکش‌هاش رو از جیس میگیره. وای در بازی، این همون کاراکتره. بذار چک کنم شاید یه اشتباهی شده. نه واقعا همینه. به شدت بیره. دستکش‌هاش رو خودش با بازطراحی دستکش‌های معدن ساخته. جیس در آرکین آدم خوبی که به فکر پیشرفت پیلتوبره. ساده است ولی صد خودش رو میذاره. به ویکتور اهمیت میده. جیس در I'm بازی stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. وندر در آرکین یه بابای خفن، هرچی میتونست به وای یاد داد و احتمالاً وندر در بازی یکم پشمالوه و خانواده‌اش رو نمیشناسه. اکو در آرکین اوسا و رفقاشو از دست داده. یه مدل موی خفن داره. نمیتونه زمان رو به عقب برگردونه. اکو در بازی دوستاشو از دست داده ولی خانواده‌اش رو داره. یه مدل موی، حتی یه ظرف از دستش بیفته و بشکنه زمان رو به عقب برمیگردونه تا اون ظرف سالم بشه. کیتلین در آرکین پول داره، لهجه بریتیش، لزبین. کیتلین در بازی هم دقیقا همینه، هیچ فرقی نداره. ویکتور در آرکین به نظر گی میاد، کلی دلیل داره تا به یه ماشین تبدیل بشه. طرفدارای آرکین دوستش داره. ویکتور در بازی در طراحیش هیچ نشونه ای از هکستگ نیست. میخواد تبدیل به انسان برتر بشه. هیچ کس دوستش نداره. هایمردینگر در آرکین دانشمند عاقل، دوست نداره جیس از هکستگ استفاده کنه. درباره گذشته جدی و نگرانه. هایمردینگر در بازی دانشمند دیوانه، معتاد به هکستگ، حتی یه لور درست حسابی هم نداره. سینجد در آرکین دخترشو از دست داده، به فکر پیشرفت بشریت ولی به روش روانی خودش.